این مسلمانایی که برخورد احساساتی نمیکنن. یک وقت عبدالله عزام شهید گفت که برادر اگر میخوایی، گفت این مردم ها که از هر کس یک شاخه دینه گرفتن، پس من انسان که من یک انسان فکری فکر میکنم آیا سلفی غلط است؟ ابدا. قرآن و سنت تطبیق میکنه. پس من از نگاه عقیده و فکر درجه یک باید سلفی باشم. من باید پیرو ابوبکر صدیق باشم. من باید پیرو حضرت عمر رضی الله عنه باشم. من باید پیرو حضرت عثمان باشم. من باید پیرو حضرت علی باشم. من باید پیرو صحابه و تابعین و تبع تابعین باشم. و همون قسم که اونا قرآن بر ما جمع کردن، همون قسم که اونا به قرآن خدمت کردن، همون قسم که به احادیث خدمت کردن و همین قسم که کل آثار بر ما ماندن، ما مجبور هستیم در راه از اونا بریم. پس من مجبور هستم خواسته باشم یا نخواسته باشم، فکر و اندیشه اسلامی برای من میگه که تو باید سلفی باشی. چرا اگه بگی سلفی نیستم خیلی چی هستی؟ خلفی هستی؟ یعنی ابوبکر خوش نداری، حضرت عمر خوش نداری، صحابه را خوش نداری، تابعین خوش نداری، تبع تابعین. پس فکر من برای من میگه که بله باید سلفی باشی و سلفی درجه یک باشی و عقیدت باید مثل قرآن باشه و اعمالت مثل قرآن و سنت باشه و عبادتت مثل قرآن و سنت باشه، به خاطر از اینکه مسلمان راه دیگه نداره. پس من هیچ وقت مشکل امرای سلفی ندارم. و یک گپ یاد من رفت که دشمنای اسلام وقتی که دیدن که این مردمایی که قبلا گروه اول براتون میگم که یا خود در تعصبات انداخته، دشمنای اسلام گفتن بارشان یا خب سلفی صوفی را میزنه و صوفی مثلا در کله تبلیغی میزنه و تبلیغی در کله تحریری میزنه و تحریری در کله ازو میزنه. بازی ها گرفتن یک چهار دیگه هم جور کردن، اصطلاحات دیگه را برشان پیدا کردن که 4 اصطلاح خطرناک است که این 4 اصطلاح خطرناک تروریست است. تروریسم، هر کس که جهاد کرد نامش تروریست باره. پس همین مسلمان میخیزه همین کلمه که کفار جور کرده اینه به سر مسلمان استعمال میکنه. کفار گفتن بیای برشان خیمال اصطلاحات هم روان بکنیم که خوب مزه‌دار گپ بزنن. گفت که تروریسم است هر کس که جهاد کرد تروریست است. خب هر کسی که ریش خود زیاد ماند و سنت و لنگی بسر کرد اکستریمیست است. اکستریمیست یعنی افراطی هست. تو افراطی هستی. بازی مسلمان ها میاد میگه اوه ریشت چقدر دراز مانی، استاد چقدر اکستریمیست شدی. نماز هم در صف میخوانه، باز میگه اون استاد تو اکستریمیست شدی. از کجا اکستریمیست شدم؟ ریشت مطابق سنت پیغمبر ماندی. خجالت کنم که اکستریمیست نشم. خود بس تراش کلکو که باز تو اکستریمیست. و بسیاری کسا خوب ریشه خوش داره از ترس کلمات میگروزه. بسیاری کسا از ترس کلمات که باش من یک کس نگه کوی اکستریمیست است. یک تعداد دیگه که آمدن گفتن ما از قرآن گپ میزنیم، از سنت گپ میزنیم، ما باید احکام دین تطبیق بکنیم. ایره به نام فاندامنتالیست، به نام بنیادگرا که بنیادگراها هستند و متاسفانه این کلمات بسیاری جوانا را میدیم که خوب آمدن نمیشه. حتی در مسجد یک روز جوان محمد تبلیغ میکرد که برادرها فاندامنتالیست تراست و تو فاندامنتالیست نشن و تو که اکستریمیست نشن. تو میفهمی که اصطلاحات از کجا آمده؟ کلش انگلیس برات جور کردن. و اصطلاح چهارمی چی است؟ وهابی هست که هر مسلمانی که به قرآن و سنت دعوت کرد اون نامش چی بود؟ وهابی بود. مجرد دیگه گفتی والا فلانی نفر وهابی است، تو انگلیسایی پچکاری رو پچق کرده، هر مسلمان تو پچکاری سکولویی پچقش کرده که مجرد که گفتش که این فلانی وهابی است، پشت قرآن و دین و عقیده و اخلاقش نمیگرده. میگه والا فلانی است. آسان، بسیار ساده است. اگر میخواین که این دقیقاً اسم نبرید، یک چند زمین در دیوارا تبلیغ کنید استاد دایی وهابی است. دیگه روز میگه که هیچ کس چه شده با مردم؟ خلاص چی شد؟ خبر نداری؟ نه، سیر مای انگلیس غار ما کردن. بکش مسلمان از بین میدان. آسان، میخوای هر مسلمان را که میخوای بدنام کنی انگلیس همی کارا کردن. یا تروریست نام شوند، یا اکستریمیست نام شوند، یا فاندامنتالیست نام شوند، یا وهابی نام شوند. این 4 اصطلاح را اونا ترجیح دادن. لکن انسان‌های مسلمان با فکری که هستند نه میبینن که خوب برادر این سلفی که گپ میزنه آیا غلط است؟ نیست غلط. آیا این اخوانی که میگه که برادر از دیدگاه سیاست باید پیش بریم گپ از این غلط است؟ نیست غلط. آیا پیغمبر از قرآن و سنت تطبیق میکرد؟ بله میکرد. پس پیغمبر با اون منهج سلف صالح که خودش مؤسسش است به اون منهج رفتن. پس من عقیده من از عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم. تو برادر سلفی برادر مستی و جسم مستی و وجود مستی، هیچ وقت ما برای تو گپ ازش نمیگم. و اون برادری که اخوانی هست در سیاست اسلام کار میکنه،
اونمو تفسیری که سید قطب نوشته کرده در قلب ما جای داره و برش میگیم که رحمت الله علیه شهید سید قطب و هر اخوانی که در مصر کامیاب شدن عضو بدن ماست. به خاطر چی؟ که سیاست اسلام جزء اسلام است. چطور با این اخوانی رو بگیم که نه من سلفی هستم تو را قبول ندارم؟ نه خیر، من سلفی هم هستم و اخوانی هم هستم. سلفی به خاطر ازی هستم که منهج قرآن و سنت را تطبیق میکنم و حنفی به خاطر چی هستم؟ به خاطر ازی هستم که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگردای ازی فقهای اسلام فروعات دین کلش برای ما عمر خود قربان کردن و این ماندن. من نمیفهمم تا که از فقه این علمای بزرگ اسلام که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، امام شافعی رحمت الله علیه است، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه است، امام مالک رحمت الله علیه است و دیگه علمای بزرگ است. ما نمیتونیم که در قضايا فقهی از اینا دور شویم، چرا که ما نمیتونیم مثل از یاوار کل کارا بکنیم. دقیقاً خدمت کردن. پس ابو حنیفه هم در قلب ما جای داره، امام شافعی هم در قلب ما جای داره، امام مالک هم رهبر ماست، امام احمد ابن حنبل هم رهبر ماست. کلشان رهبرای دین ما بودن، کلشان قبول دارم. پس من هم سلفیت خوش دارم، هم کت سلفی برادر هستم، هم کت حنفی برادر هستم، هم کت سیاسی، چون کل شاخه های از اسلام گرفتن. او برادر یک درخت خو یک شاخ نداره، یک درختی که میوه میته الایمان و بدعا و سبعون شعبة، هر کدام از یکی از شعبهای اسلام بسیار سرش کار کردن. پس من باید کل از بگم. پس من سلفی، حنفی، اخوانی هستم. خب کسی که تصوف میگه من صوفی هستم، متصوف هستم. بله متصوفه که صفای قلب بوده، تصوف سنی هست. و تصوف سنی کدام تصوفی است که در زمان صحابه کرام، تابعین بزرگوار، اینا کسایی بودن که قلب خود پاک نگاه میکردن. صوفی کسی بود که اهل صفه را بسیاری وقتا میگه ما پیروای اهل صفه هستیم. اهل صفه قوتهای چی بودن؟ عملی که میگن نه، عملیات سری که میگن. قطعی واکنش سری رسول الله صلی بود؟ اصحاب صفه بود. لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظه. هیچ کس نماز دیگر خود بغیر بنی قریظه نخواه. اول اصحاب صفه در صف جهاد قرار داشتن. صوفی نبود که بگه نه جهاد نمیکنم. اول صوفی سنی مجاهد درجه یک است. پس ما صوفی هستیم در صورتی که منظور از تصوف صفای قلب باشه، منظور از تصوف ذکر باشه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. پس این صوفی که به ذکر الله قلب و زبانش جاری هست. مورد چرا باید بگویم؟ در قلب ما جای داره، برادر من هست که جای صرف میشینه. پس من سلفی، اخوانی، حنفی، صوفی هستم. خب آمدیم در مسئله جهاد. آیا جهاد در قرآن نیست؟ آیا جهاد در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست؟ آیا صحابه کرام جهاد نکردن؟ آیا به ضد کفار جهاد فرض نیست؟ پس وقتی که هست 1.5 میلیونی که در افغانستان در مقابل روس شهید داد، این در قلب ما جای نداره؟ این مسلمانی که امروز امریکایی رو بمبارد میکنه و شهید میسازه و کت بکس در دان امریکایی زده که امروز مجبورش کرده که از این مملکت بگریزه برای، آیا او در قلب ما جای نداره؟ آیا ما باید مجاهد نباشم؟ هر کسی که پیرو قرآن است باید مجاهد باشه. اگر بگی که من قرآن قبول دارم و مجاهد نیستم، قرآن برات میگه که فضل الله المجاهدین علی القائدین. سر تو ششتگی مجاهد رتبه داره، شرف داره. پس من سلفی، سیاسی، اخوانی، صوفی، جهادی هستم، حنفی. نمیتونم که نباشم. این خود دل من نیست که هر کس به دل خود راه را برای خود اختیار کنه. من مجبور هستم باید باشم. اگر قبول نکنم همین راه را بگم نه راه تو غلط است، وقتی که در دین یک چیز را غلط گفتی، تو قرآن غلط گفتی، آیت قرآن را رد کردی. کلشان یک بخش دین گرفتن. از این خاطر خب اگر میگه داعی، ولی من داعی هستم، من باید دعوت حق بکنم. اگر دعات حق نباشن، حق باطل کجا مردم بفهمن؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکم، امر است، فرض سرت. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر. حتما باید به امر به معروف بکنی و حتما باید نهی از منکر بکنی. حضرت خالد بن الولید یک قماندان رومی است، بین معرکه
نامش درست یاد ندارم. بعضیا جرجس میگن، بعضیا چیز میگن. بر صورت این کامت برش گفت یا خالد، گفت بله. گفت همین شمشیر بزرگ قوی که تو داری، ها؟ گفت از آسمان بر تو پاهم شده؟ گفت نیست. گفت خیلی چطور توی قدر قوی هستی شمشیر؟ گفت شمشیر من شمشیر بود که من زدم صحابه کرام، حتی دندانای پیغمبر در خود توسط لشکر خالد بن ولید به شهادت، دو دندان پیغمبر که شکست. بسیار صحابه به شهادت رسیدن. گفت روزی که من مسلمان شدم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم شمشیر مرا نگرفت. گفت حالا شمشیرت استعمال کن به نفع اسلام. اسلام اشتباهات قبلی تو را از بین برده و حال من شمشیر ما به نام سیف الله المسلول است، شمشیر کشیدگی الله. سعی کنین مجاهد داعی را. گفت که خب در اردوشان شمشیرهایشون اما تو تق تق مانده. ای کماندان هم خوب قویز دیگه. این کماندانکای مرخی امروزه وارد نیست که خدا زده و دیولکا بند کردن. نه پیدا کیش میگه والله ما سوپر پاور هستیم. سوپر پس ببرین کوچی سنگی. سید یک روز یک کسی که ما جنجال داشت، والله ما جوان هستم و لایق هستم. حالا گفتم تو جوان ما پیر. سید بیار تو که ما میریم ماش بجا لوگر. سید بریم چهار آسیا. اگه باز وزوگا که تو شکست باز خو سوپر پاور نیستی. نه رسید گفتم میگه نه استاد پانتون بیا میریم من تو پای پیاده چکزه از کوچی سنگی کاکا آمد ماما اومد هر کدام اومد برش میگم ما استاد دایی نی شیر آقا. حالا که در پشت اونجا سیمای خاردار گرد خود خواب کرد تا با صبح خواب کردن نمیتونه. نه حالا یه عجیب است. همین الان بسیاری وقتا در مسجد هم برابرش قرار رفتیم خرافش خواب کنیم. این سوپر باور. نه هر جا که دلش خرافش خواب کنه هتل هم برو خواب کن از هیچ کس هم نمیاد. اما اون که از سایه خود میترسه او سوپر باور است. به هر صورت اون مرغ باور است. ایناله. خب برادر عزیز، پس من داعی هستم. پس من حنفی، سلفی، صوفی، اخوانی، جهادی داعی هستم. آیا در بین مسلمان ها برادرای مسلمان خدا این جوانایی که هستن یا را دعوت و تبلیغ نکنیم؟ بچه جوان است، درس خوانده، زحمت کشیده، خوب عقیده خوب دارن، خوب غیرت داره، خوب شهامت داره، قواریش هم از تو که خوب زیباتر، مقبولتر و زیباتر است، خوب زور هم داره، قوت هم داره، ها؟ لیکن نیاز داره به تبلیغ که دین بفهمه. چون دشمن اسلام همیشه گاهی به نام حقوق زن، گاهی به نام حقوق مرد، گاهی به نام حقوق حیوان، گاهی به نام حقوق انسان، این بیچاره ذهنش چی میسازن؟ مغشوش میسازن. پس ما مجبور هستیم تبلیغی باشیم. حالا من خودم اینا 3 دفعه 3 روزه رفتیم. 3 روزه رفتیم تبلیغی هستم، اما تبلیغی متعصب نیست. تبلیغی سلفی، حنفی، صوفی، جهادی، اخوانی هستیم. چرا نبید؟ باید بری تو 3 روزه، باید بری چله، باید بری 2 ماه، باید بری خود از اون طریق ببینید که دعوت چقدر سخت است. من یک وقت راست قسم بکنم یک درس بسیار بزرگی از تبلیغ گرفتم و من دوست دارم تبلیغی ها را، لکن همیشه برشان نصیحت کردیم که تبلیغی عزیز نگو که من در سیاست دست نمیزنم، نگو که ما کسی سیاست کار نداریم. چرا گفتی من کسی سیاست کار ندارم؟ گفت که قرآن تکر کرد. قرآن میگه باید اول چی باشی؟ سیاسی باشی. لا اله، اله کی است؟ اله کسی است که قانونش سر دیگه تطبیق میشه. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. او یک صحابی آمد بر پیغمبر گفت که ما خو علمای خدا عبادت نمیکردیم. گفت قانون خدا را که تغییر میدادن پیرویش میکردی نمیکردی؟ گفت میکردم. گفت اینمی عبادت است. پس تو که اگر در سیاست کار نکردی عبادت قانون کی برات جور میکنه؟ تو قرار شیشتی قانون برات امریکا جور میکنه، قانون برات انگلیس جور میکنه. پس خود جور کردن نمیتونی. از این خاطر بریم، لکن با فکر و با اندیشه و به یکی با تمام مسلمان ها رو در آغوش کنیم. سلفی باید در تبلیغ بره، اخوانی باید در تبلیغ بره، صوفی باید در تبلیغ بره و اگر نرفتیم راهشان بند نکنیم. نگویم که ولی غلط است، چون غلط نیست، چون تبلیغ جز دین است. باید بکنی، باید بکنی. خب بعد از او تحریری، آیا خلافت اسلامی، ما بدون خلافت اسلامی عزت خدا میافیم؟ نمیافیم. پس باید
به خلافت اسلامی هر کسی که به قرآن عقیده داره و پیرو صحابه کرام است. ابوبکر خلیفه نبود. قرآن نمیگه که انی جاعل فی الارض خلیفه. خلیفه چی معنی؟ قانون الله را تطبیق بکنه در کل دنیا. پس به این حساب که هست وقتی که حزب تحریر میگه که ما خلافت احیا میکنیم، ما تحریری هست، ما حنفی، سلفی، اخوانی، صوفی، جهادی، داعی، تبلیغی، تحریری هست. چون من نمیتونم انکار بکنم، انکار کردن نمیتونم، مخالفت کردن نمیتونم. خب اگر از نگاه علم و ساینس و دانش و تکنولوژی هست، بله اول باید یک عالم دین کامپیوتر یاد داشته باشه. والله که مجاهدی که در جبهه جنگ از تکنولوژی بیخبر باشه، اگر این کافر یک قران ارزش بده. باید تکنولوژی معاصر داشته باشه. باید مسلمان اتم دسترسی داشته باشه. باید مسلمان به خاطر از اینکه اعدوا له و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، امروز که مسلمان اتم نداشت، روزی که مسلمان ها اتم گرفتن، نه تو بعضی مثلا کشورهای اسلامی که میگه ما اتم داریم لکن اتمشون بس یک سیکولر است، باید مسلمان ها داشته باشه. هر وقتی که سویچ اتم در دست مولوی مثل ما لنگیدار بود، سیزده که باز از مسافه یک ماه از پیش ما ترسید گریخت، باز اون وقت است. لشکر اسلام اونمون لشکر است. جیش اسلام اونمون جیش است که دشمن ها از یک مسافه یک ماه از پیش از ما بترسن، در لرزه باشن. اونو لشکر حقیقی مسلمان ها هست. پس ما مسلمان ها در این هم چی میگیم؟ از این خاطر برادرای عزیز، عبدالله اعظم شهید میگفت که اگر تو میخوای مسلمان شوی، مسلمان کامل، باید عقیدت از سلفیا بگیری، اخلاقت از تبلیغیا بگیری. تبلیغیا بسیار با اخلاق مردم است. عقیدت از او بگی، اخلاقت از او بگی و منهج سیاست از اخوانیا بگی. ببین که اخوانیا چه قسم برای تو کتابای سید قطب بخوان، کتابای محمد قطب بخوان، کتابای حسن البنا را بخوان، کتابای مودودی را بخوان، تا که تو ذهنن آماده شدی. یک مرتبه یک دو ماه سه ماه وقت بده بر تفسیر فی ظلال القرآن، باز ببین که کله تو چه قسم خلاص میشه. ما تو نمیخوانی. اینال از او خاطر پس کل از یا جزء اسلام است، لکن مشکل مسلمان ها فقط در یک نقطه است برادرای عزیز، که احیانا ما در رفتن در یک راه بر ما شیطان چی ایجاد کرده؟ تعصب ایجاد کرده و ما دیگه مسلمان ها را فهمیده یا نفهمیده یک مسلمان دیگر را یا از دایره دین میکشیم، یا او را غلط میگیم، یا او را وهابی میگیم، یا او را اکستریمیست میگیم، یا او را فاندامنتالیست میگیم، یا او را افراطی میگیم، یا او را بنیادگرا میگیم. پس ما و شما برادرای عزیز، جوانای محترمی که شما همه ایتان کسایی هستین که آینده ای وطن، آینده اسلام کلش مربوط به شما میشه، کل ما و شما میشه. همین تنها شما برید مدبوندی خیر میشن، کل ما و شما. وقتی که ات جوان مسلمان هستی، مجاهدین چرا ناکامان؟ به خاطر از اینکه مجاهدین اسلام، علت که مجاهدین ناکام ساختن ای بود که مجاهدین سیکنن یک خط از طرف جهاد است. قبل از جهاد مرحله شکست دشمن، مرحله بعد از کامیابی. مجاهدین برای شکست روس و ضربه زدن شوروی برنامه داشتن، اما بعد از کامیابی برنامه نداشتن. فکر میکردن که حکومت گرفتی، خلاص دیگه جهاد میکنیم، دشمنان را از بین میبریم، حکومت کمونیستی را شکست میدیم. اما خبر نداشتن که در بین مجاهدین یک دگروال کاجبی یک روز مکه جنجال کردم، گپ میده مرا برو، وقت مثلا خورد بود، گفت تو بچه اکا شما خورد است نمیفهمید، مفتم اینه بخیر مجاهدین سعی که بخیر اینجا لباد. دیگر روز می اینجا گفتم باز میگه چطور میگن، او بر من گپ زد، گفت فکرت باشه که پیش از اینکه روسا از افغانستان بره 20,000 کاجبی در بین مجاهدین داخل کرد، جاسوسا را که از داخل یاره تخریب بکنه. مجاهدین بیچاره آمدن، روس شکست دادن، خون خود ریختاندن، زحمات متقبل شدن، روزها در توت و تلخان و حتی در برق شب و روز تیر کردن.
3 روز 4 روز 1 هفته برگ درخت میخوردن، لکن چون کسایی که در رأس قرار داشتن مردمای سیاستمدار اسلامی واقعی مخلص متاسفانه یا نبودن یا نمیفهمیدن برنامه بعدی که ما چه قسم باید اتحاد بکنیم، چه قسم صف خدا باید پاک نگاه بکنیم. آمدن صاحب هر کس که آمد بچهای کاکای خدا صاحب سیل میکردی که صاحب بچهای کاکا و بچهای ماما و ما خودم هر کس منطقای تو که آمدیم صاحب سیل این چیز لندغراز پشت کارشین کوف کرد. چیز گلو چکا هست بنا مجاهد سر راکت شیشته فقط کیس مجاهد هر کس که یک تکوله کرد سر خود کرد خلاص چی شد فارغ دوزم بالا شدن و مجاهدین نامبد ساختن. مجاهد حقیقی والله که مجاهد حقیقی شیشتین که واقعا دلسوز از این جامعه بود در از این مردم بود. گفتم که حاجی صاحب امی جهاد تا قصه کو برام گفت بچه من خبر داشتم که 20 نفر روسا که دست خود مردار کردن. گفتم وای صاحب قصه مردار کردن روسا را خوب کن. من گفت بچه از امیر بان که بین ما و بین الله باشه. نگو بچه قصه نمیکنم که دهی کدام کلمه ریا داخل نشه. همین سوال نکن از پیش. و تا امروز هم اولادای از او به نان پیاز سیر نیستن و خودشان با شکم سیر با شکم گشنه از این دنیا رفت و اولادایشان هم همین قسم بود. مجاهد واقعی جهاد افغانستان شکست نخورد. فکر کنید بسیاری کسا میگه والله جهاد افغانستان شکست خورد، خودشان مجاهد از دروغ مجاهد دروغ. جهاد افغانستان شکست نخورد. جهاد افغانستان کامیاب شد، کل دنیا را آزاد ساخت. ای که مردم افغانستان از ثمری از استفاده کرده نتانست، این مشکل مردم افغانستان. جهاد فکر کنید یک درخت کلان سیب است. از این درخت سیب تاجیکستان گرفت، آزادی خود گرفت نگرفت. از این درخت سیب تاجیکا خورد. از این درخت سیب ازبکا خوردن، ازبکستان. چیزی؟ از چند روز خطا خورد نخورد. از این درخت سیب حتی روسا گفتن که ما خوردیم. حکومت استبدادگر کمونیستی را وضع کردن. حداقل روسا هم یک نوع آزادی پیدا کرد که کافر هم است. از این درخت سیب جهاد مردم آلمان خوردن و خط برلین برداشته شد. آلمان شرق غرب متحد شدن. از این درخت سیب حتی امریکایی ها خوردن که وقتی که اینجا روسا شکست خوردن اونجا امریکایی ها تنبانهای خود پر کرده بودن. اما هم از این خوردن دشمنشان همین مجاهدین افغانستان از میدان کشید. از این درخت سیب جهاد افغانستان پاکستانی ها خوردن که اگر از روسا از افغانستان خطا میخوردن باور بگو که یک تا پاکستانی رو نمیده که در مقابلش استاد شود. او هم از این درخت استفاده کرد. پاکستان هم از استفاده کرد. کل دنیا از استفاده کرد از این درخت. لکن ما و شما درخت شاندیم، کلان کردیم، او دادیم، لکن میوهش خوردن ما نتانستیم. این مشکل ماست دیگه. ما و شما مردم افغانستان آلپستی افغانستان کلش اون دو میخورن نمیخورن. ما و شما فیلم هندی سیل میکنیم. برخیز پسرک تو همت کن، همچون دیگران تجارت کن، طلا ببر و گودیگک آور. یا اسپک و مار و خرک آور. شاعر میگه نمیگه. برخیز پسرم تو همت کن. بخی بچیم تو هم یک همت کن، یکان بیزنس شروع کن. همچون دیگران تجارت کن. طلا ببر و گودیگک آور. یا اسپک و مار و خرک آور. تجار هندی میایه پسته و بادام خسته مردم افغانستان هم میخوره نمیخوره. ما و تو را یک دانه فیلم هندی روان میکنه کل پیسا را بچه ها در سینما میتن نمیتن در فیلم ها و در این گپا از نیست. پس $100,000 فیلم میفروشه، $100,000 دیگر بادام پسته خسته میبره نمیبره. از ما و تو اولادای ما سوی تغذیست بادام خود خوردن نمیتونیم، پسته خود خوردن نمیتونیم، میوه خود خوردن نمیتونیم. پس اینه میکسن که ما میوه خود خوردن نمیتونیم، میوه جهاد هم خوردن نتونستیم. جهاد کامیاب شد، لکن متاسفانه که آل باز هم وقتی که 14 سال روس شکست خود رفت، در 14 سال امریکا هم شکست میخوره میره. یک فیلم جور کنیم به نام 14 جمع 14 صحیح است نه؟ این بعد از 14 سال میوهش خوردن نتونستیم. آل وقت از این است که باید
جوانای ما، مسلمانای ما برنامه داشته باشند که بعد از شکست امریکا باید برادرای مسلمان اینی برنامه که مردمای با فکر و با اندیشه دارن که یک مسلمان دیگر در آغوش خود بگیرن و میتونیم که ما و شما پس ثمره اینمی جهاد و زحمات و سختی هایی که مسلمانای ما کشیدن این حاصل بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم. من مسلمانم حکم قرآنم، من مسلمانم حکم قرآنم، سوی میدان میروم مادر خدا حافظ، سوی میدان میروم مادر خدا حافظ، با عزیزان میروم مادر خدا حافظ، با عزیزان میروم مادر خدا حافظ، راه قرآن میروم مادر خدا حافظ، راه قرآن میروم مادر خدا حافظ، شعله داری با جفای عاشقان دارم، میروم اما توکل با خدا دارم، شعله داری با جفای عاشقان دارم، میروم اما توکل. مؤسسه هنری پیمان فیلم، مرکز تولید فیلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان. انتشارات سید جمال الدین افغانی، مرکز فروش محصولات پیمان فیلم. دکتر محمد ایاز نیازی، استاد عبدالظاهر داعی، استاد عبدالسلام عابد، استاد نورالله کوثر، قاری مجیب الرحمن انصاری، شیخ محمد صالح پردل، مولوی عبدالعلی خیرشاهی، مولوی عبدالقاهر ابوالاسرار، مولوی ابو عبیدالله متوکل، که تمامی این موضوعات را شما می توانید از مرکز فروشات ما، انتشارات سید جمال الدین افغانی، کارت 4 اروج کامپیوتر پلازا، منزل تحتانی، دکان شماره 4 به دست بیاورید.